2 دهه پس از حضور نظامی همه‌جانبه آمریکا و ده‌ها کشور دیگر در افغانستان، هنوز این کشور یکی از ناامن‌ترین کشورها برای جان و مال است. امروز دعوا بر سر سرنوشت گنجینه طلایی باختر، یکی از 5 گنجینه بزرگ طلایی جهان، بین مجلس و ریاست جمهوری افغانستان است. رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان افغانستان میگویند افغانستان امن نیست و این گنجینه به خارج از کشور منتقل شود. گنجینه طلایی باختر و یا پشتیبانی پول افغانستان باید هر چه عاجل به یکی از معتبرترین کشورهای جهان به طور امانت فرستاده شود، چون بانک مرکزی افغانستان فاقد اعتبار می باشد. گنجینه تاریخی 2000 سالی باختر که شامل حدود 2000 قطعه آثاری از طلا، نقره، مجسمه های حیوانات افسانه‌ای، عاج فیل، تاج، زیورآلات و تندیس‌های خدایان است، حدود 4 دهه قبل در شمال افغانستان کشف شد. سخنان اعضای مجلس نمایندگان افغانستان واکنش ریاست جمهوری این کشور را به همراه داشت. ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه‌ای گفت گنجینه طلایی باختر تاریخ و هویت افغانستان است و به گونه مسئولانه حفاظت می شود. با اطمینان کامل خدمت شما میگیم که توسط موزیمداران و مسئولان موزیم افغانستان حفاظت و نگهداری می شود، در اختیار موزیمداران افغانستان هست و با اطمینان کامل میگیم که هیچ گونه نگرانی، تشویشی وجود ندارد. گنجینه طلایی باختر پس از 13 سال و نمایش در 13 کشور دنیا به تازگی به افغانستان آمده است. ادعای مجلس نمایندگان در مورد سرنوشت این گنجینه پس از آن صورت می‌گیرد که اداره بازرسی آمریکا در امور افغانستان اخیراً گزارشی درباره قاچاق پول و طلا از فرودگاه کابل منتشر کرد، در حالی که در همه این سالها آمریکایی‌ها خود متهم به تاراج دارایی‌های افغانستان هستند. در جنگ‌های چند دهه اخیر در افغانستان حدود 70% آثار موجود در موزه ملی این کشور به تاراج رفته است، اما این گنجینه با ارزش طلایی به طور معجزه‌آسایی در افغانستان محفوظ مانده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.